سلام بینندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 27 فوریه است. این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ شما را با مهمترین تحولات روز در تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنند. خبر زیاد است و این است عنوان چند موضوع برنامه. قمچیبک توشیف در پارلمان قرغیزستان گفت سازشنامه مرز با تاجیکستان دیگر مهری مخفی ندارد و از تقسیمات حدودی سرحد خبر داد. حل بحثی مرزی به فایده یک طرف خوبی نمی آورد و طرف دیگر هم باید راضی باشد. تنها در همین حالت صلح می شود. مقامات امنیتی امریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به گروه تروریستی داعش دستگیر کردند. منوچهر منصوری چیکار کرده است؟ در تاجیکستان هر سال نکمتر از 500 زن به سرطان سینه گرفتار می شوند. طبیبان یک سببش را به فربهی و غذای سیر روغن ربط می دهند. سخن دخترچم که اوچجان برای ما زندگی که گفت برای همون خودی ما توبت سر کردم. پارلمان قرغیزستان امروز به بررسی سازشنامه مرزی با تاجیکستان آغاز نمود. قمچیبک توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفت که دیگر این موضوع مهری مخفی ندارد و جزئیات سازش در کمیته های مجلس آشکار بررسی می شوند. مقامات در تاجیکستان موضوع را شرح نمی دهند، ولی در پارلمان قرغیزستان جزئیات گذشت و تقسیمات حدودی نقطه های جغرافیایی را در قطعه های بحثی آشکار کردند. گزارش همکارم مومن احمدی در این باره. قمچیبک توشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان طرح سازشنامه مرزی با تاجیکستان را شرح داد. او با وکیلان پارلمان کشورش گفت که دهه داستوگ را به تاجیکستان دادند و بر عوض دهه قیرقاچ را گرفتند. یک چارکوچه جنجالی در مرز اسفره با قرغیزستان مقام بی‌طرف گرفت و نظارت انشاءات آبی گلونای برابر تقسیم شد. توشیف گفت در 3 سال مذاکرات قرغیزستان و تاجیکستان به هم گذشت کردند. ما سازشنامه را نه با خریطه سال 1924 و 1927 بلکه با خریطه سال 1991 با مرز حاضره تهیه کردیم. جانب دیگر راضی شد، اما این معنای آن را ندارد که قبول قرار یک جانبه است، چون که مرز دولتی هیچگاه یک جانبه مشخص نمی شود. قرار باید به منفعت هر دو طرف باشد. حل بحثی مرزی به فایده یک طرف خوبی نمی آورد و طرف دیگر هم باید راضی باشد. تنها در همین حالت صلح می شود. ما این اصول را رعایت کردیم. 5 کمیته پارلمان قرغیزستان روز 27 فوریه طرح سازشنامه مرزی را پذیرفتند. مقامات تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا تفصیلات گفت و شنید را با قرغیزستان اعلان نکردند. نامشخصی مرز تاجیکستان و قرغیزستان سالها سبب جنجال و خونریزی بود. در مناقشه های سالهای 2021-22 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. از جزئیات طرح سازشنامه که جانب قرغیزستان آشکار کرد روشن نیست مرز بیشتر به سود کدام کشور مشخص شده است. هر دو طرف برد میکنن و ضرر نمیکنن، چون که مناقشه به هیچ کس امروز لازم نیست. یعنی راههای بین تاجیکستان و قرغیزستان کشاده میشوند. اون راههایی که از بین دهه‌های اهالی نشین میگذرند در اونجا هم مانع نمیشود. مردم حرکت میکند، مالش حرکت میکند. یعنی دو کشور البته رو به رشد میگردانند. من گمان دارم که این به نفع هر دو کشور است. تحمل کردن، گذشت کردن خیلی خوب است. تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند که تقریباً نصف از آن مشخص نبود. حالا برای تعیین و علامتگذاری نهایی آن باید طرح سازشنامه را پارلمان‌های دو کشور قبول و پرزیدنت‌ها امضا کنند. مقامات امنیتی امریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به سازمان تروریستی داعش دستگیر کردند. در پرونده جنایی منوچهر منصوری که روز 25 فوریه دادستانی امریکا نشر کرد آمده است، این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایون سال 2023 به افرادی وابسته به داعش و از جمله حلقه خراسان داعش بیش از $70,000 فرستاده است. در پرونده جنایی آمده است که منوچهر منصوری سال 2016 با ویزای توریستی
به آمریکا رفته بعداً با صنعت‌های ساخته در این کشور مانده است. منوچهر منصوری را بعد شکایت یکی از اعضای اویلش در ناحیه بروکلین شهر نیویورک دستگیر کردند. به قول مفتشان یکی از عضو نزدیک اویلش به اداره مبارزه بر ضد تروریسم در نیویورک زنگ زده گفته است که منوچهر تهدید کرده است که یک عضو اویله خود را میکشد و رفتاری بدخشمانه از خود نشان میدهد. منوچهر منصوری اینچنین در حفظ غیرقانونی سلاح و تقلبکاری با صنعت‌های مهاجرت متهم می شود. رسانه‌های آمریکایی نوشتند که وکیل دفاعی او به درخواست‌ها برای شرح قضیه هنوز پاسخ نداده است. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 90% کمک‌های خارجی از طریق یوساید و یا آژانس رشد بین‌المللی آمریکا را قطع کرده است. معلوماتی که CNN از سندهای دادگاهی پیدا نمود میگوید حجم این کمک‌های به بازگشت 57 میلیارد دلار است. در تاجیکستان هم تعدادی از کارمندان مؤسسه‌هایی را که با کمک‌های یوساید کار می‌کردند از کار جواب دادند. این آژانسی در تاجیکستان هنوز ماه ینور با ارزش 10 میلیون دلار برنامه‌های عملی می‌کرد که خصوصیت امدادی داشتند و یا برای رشد اقتصاد و معالجه بیماری‌های سنگین روانه شده بودند. سرنوشت منبع این طرح‌ها فعلا معلوم نیست. دونالد ترامپ بعد رسیدن به قدرت گفت که کمک‌های خارجی را بسیار کم می‌کند و امر داد که یوساید بسته شود. در دوام بیش از 30 سال آمریکا به خصوص از طریق یوساید به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده است. در تاجیکستان که روز 2 مارس انتخابات پارلمانی دارد، فضا مثل آن است که گویا هیچ کارزار سیاسی در پیش نیست. انتخابات مجلس نمایندگان روز یکشنبه صورت میگیرد، ولی به قول مخالفان دولت و ناظران خارجی این انتخابات واقعی نیست بلکه بیشتر صحنه‌سازی است، چون هیچ علامتی از انتخابات شفاف و دموکراتی و با رقابت دیده نمی شود. فرزان محمدی در کوچه‌های خوجند قدم زد و از چند نفر درباره انتخابات پرسید. کوهزاد رحیمزاده 23 سال دارد و اولین بار است که او حق آوازدهی در انتخابات را پیدا می‌کند. وی ساکن شهر بوستان است و الکی دعوتنامه را برای انتخابات گرفته است. هر یک کس آزاد است، می‌تواند آزاد همون ورقه‌ای که از انتخابات پیشنهاد می‌نمایند به هر آن نفری که به خودش پسند است آواز دهد. کوهزاد و همسالان آنها میگویند با برنامه وکیلان تا اندازه شناس شده‌اند. از برنامه‌های نامزدها ما آگاه هستیم، می‌دانیم و امید داریم که نامزدهای ما با وعده‌های خود می‌ایستند. ولی به گفته شهروندان قابل رأی نه همه ساکنان خوجند و اطراف مرکز ولایت سوخت از برنامه وکیلان آگاهی دارند، بلکه احیانا نام و ترجمه حال آنها را در کوچه ها وامی خورند. دعوتنامه گرفتیم 2 دانگی. اما کسایی که دپوتات میشن و میشناسید نه و وعده کم نه ما اما من هر کجا کلیک را مانده است دیدم من. تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 2 روز مانده است، ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحثی جدی نامزدها به نظر نمی رسد. نمایندگان حزب‌ها در صحبت‌های جداگانه از آمادگی جدی صحبت می‌کنند. اکثر مصاحبان رادیو آزادی در خیابان‌های خوجند گفتند با این وجود از وکیلان امیدواری‌های زیاد دارند. راه‌ها رو آباد می‌سازند، بناهای نو رو بنیان می‌کنند. بیکار جا کمتر شده، همه ساحه کار و صنعت به همه جا کار کنند نمی‌شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند، اما از روی برآمد و برنامه‌هایشان همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب رو به حکومت هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. طبیبان در تاجیکستان از افزایش گرفتاری زنان به بیماری سرطان اظهار نگرانی می‌کنند. و گفته آنها سالانه در کشور نه کمتر از 500 زن به بیماری سرطان سینه گرفتار می‌شود و
این نظر به سالهای پیش زیاد است. طبیبان مشورت می‌دهند که معاینه‌های سری وقتی سالانه یکی از راه‌های خوبی پیشگیری از این بیماری خطرناک است. گزارش همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر سویف در این باره. این زن مادری 2 فرزند 7 ماه باز با سرطان بیماری مبارزه میبرد که حالا در تاجیکستان بیشتر در میان زنان زیاد شده است. من روز اول که فهمیدم گفتن که خیمیا میریزیم، ما گفتم این بالینسا برم. فقط سخن دخترچم که اوچه جان برای ما زندگی که گفت، برای همون خاطر من طبابت سر کردم. عامل‌های گرفتاری به بیماری سرطان را خیلی زیاد مینامند. آن می تواند از پیشینیان به میراث آید، نتیجه زهرآلود شوی بدن باشد یا از خوراک نادرست، فربهی، ضربه خوردن، ناتازگی، تنبلی جسمانی، طبابت خطا یا حتی یک ورم عادی نیز سر زند. اگر سال 2012 فربهی در بین زنان 27% تشکیل میکرد، سال 2016 17 تا 38% بود. امروز تا به 42% رسیده است. این خود فربهی عامل 20 نمود بیماری سرطان است. هرچند به گفته عمرزاده عامل‌های برانگیزنده بیماری سرطان تقریباً در مردان و زنان یکسانند، بیشتر گرفتار شدن بانوان به این بیماری سبب‌های دیگر نیز دارد. عامل‌های رفتاری، غذایی، ژنتیکی، ارثیات با این عامل‌های اکولوژی، عائلوی یا اجتماعی همراه شوند، البته زن بیشتر به این بیماری گرفتار شدنش ممکن. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان گرفتار شده است که نسبت به سال 2023 362 نفر زیاد می باشد. 20675 بیماری онکологی در قید دیسپانسری وزارت تندرسی قرار دارد. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله زاده روز 10 فوریه در یک نشست خبری گفت برای طبابت بیماری‌های онکولوژی از بودجه مبلغ معین جدا می شود، ولی او دقیق نگفت که چقدر. همون مقدار معینی که مبلغ جدا شده است، همین فقط برای طبابت هم بیماری онکولوژی می رود. یعنی خدمت رسانی یا تامین نمودن داروهایی که بعد جراحی خیموتراپی از طرف مرکز رایگان تامین کرده می شود. طبق اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان گرفتار شده است که نسبت به سال 2023 362 نفر زیاد می باشد. پزشکان با تکیه به آمار چند سال اخیر می گویند همه ساله تا 500 زن به سرطان غدود شیری و حدود 400 تن به سرطان گردنک بچه‌دان مبتلا می شود. طبیبان یک مشکل اساسی در طبابت سرطان را دیر مراجعت کردن بیماران مینامند. ساکنان در نوبت خود میگویند به دلیل گران تا $10,000 بودن تشخیص و طبابت نه همیشه میتوانند سری وقت به طبیبان مراجعت کنند. دیگر سبب دیر مراجعت کردن بیماران این نبودن نظام درستی بیمه طبی نیز میباشد. و در پایان برنامه یک خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که اوکراین میتواند عضویت را در ائتلاف نظامی ناتو فراموش کند و این سخنان را در حال بیان کرد که قرار است 28 فوریه در کاخ سفید با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات کند. ترامپ همچنین گفت امیدوار است که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات یک به یک داشته باشد تا برای پایان دادن به جنگ اوکراین به سازش برسند. روسیه سالهاست که از حضور نیروهای ناتو در کشورهای نزد بالتیک و لهستان انتقاد میکند و به جابجایی نظامی دفاع موشکی ناتو در لهستان و رومانیا مخالفت دارد. کرمل گسترش ناتو به شرق را یک تهدید میداند و همین مسئله را یکی از سببهای حمله به اوکراین گفته است. و بینندگان ارجمند، در همینجا برنامه به آخر میرسد. سپاس که آن را تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و صحیفه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید.